فیلم توقیف شده زندگی خصوصی اثر محمد حسین فرحبخش. صدا در میاد. خفه شو. اسم خدا رو با اون دهن جن نجست نیارا. میذارم تو دهنت. این فیلم به شدت به حال و هوای این روزهامون مربوطه و از عمد این فیلم رو انتخاب کردم. به خصوص که همین دیشب خبر دستگیری هانیه توسلی اومد و ایشون تو این فیلم نقش خیلی مهمی رو داشتن. خیلی خوب داستان فیلم رو دنبال کنید و بعدش در مورد فیلم باهاتون صحبت‌های مهمی دارم. قصه فیلم از اولای انقلاب 57 شروع میشه. فردی به نام ابراهیم کیانی یه آدم مذهبی و انقلابی به شدت تندروئه که خودشو موظف کرده دستورات اسلام رو عمل کنه. از مخالفت با اکران و تبلیغ فیلم‌های سینمایی که نماد طاغوت دونسته می‌شدن تا تعقیب و گریز دخترای بی‌حجاب و فرو کردن پونس توی سرشون. کسایی که نمیدونن باید بگم که اول انقلاب با دخترهای بی‌حجاب واقعا همچین برخوردایی می‌شدن. فرو کردن پونس توی پیشونیشون، اسید پاشی و حتی نمونه داشتیم لب دختری که رژ لب زده بوده رو با تیغ پاره می‌کنن. هزینه‌های زیادی پرداخت شده که به این نقطه رسیدیم. زن بی‌حجاب و بدحجاب فرقی نمی‌کنه. همشون کافرن. خداوند در قرآن گفته اشداء علی الکفار. یعنی چی؟ یعنی مبارزه با بی‌حجابی کمتر از جنگیدن تو جبهه نیست. ما نباید اجازه بدیم این جماعت بی‌بندوبار آرمانای انقلاب ما رو لگدمال کنن. باید بزنیم تو دهنشون. تکبیر! الله! از این موضوع 30 سال میگذره. ابراهیم کیانی پست و مقامش رو از دست داده. اون الان سردبیر روزنامه‌ای شده به نام مردم امروز. روزنامه‌ای که تفکرش اصلاحیه. روزنامه‌ای که آزادی سیاسی میخواد و به نظام نقد میکنه. انگار نه انگار سردبیر اون همون ابراهیمیه که یه زمان جزو تندروترین انقلابی‌ها بوده. ابراهیم یه زن و بچه داره و به خاطر حرفای انتقادی که تو روزنامه‌اش میزنه خیلی مورد توجه و زیر ذره بینه. یه شب توی جریان یه مهمونی زنی به نام پریسا زندی با ابراهیم روبرو میشه. اون ادعا میکنه یه نویسنده است و سالهاست نوشته های ابراهیم رو میخونه و دوست داره با ابراهیم همکاری کنه. پریسا که دختر پولدار بوده از همسرش تازه طلاق گرفته بوده و اعتقادی به اسلام نداشته. اون شماره ابراهیم رو میگیره و از هم خداحافظی میکنن. فرداش زن و بچه ابراهیم قرار بود مسافرت سمت روستاشون برن و ابراهیم چند روز بعد خونه تنها میمونده. همون شب پریسا با ابراهیم ارتباط میگیره و ازش درخواست میکنه با هم فردا به همایش نقاشی دوستش برن. هم زندگی من کیانی هستم بفهمید. سلام. خیلی ببخشید این موقع شب مزاحم شدم. نه خواهش می‌کنم مراقبید بفهمید. آخه آدم چه میدونه، گفتم شاید منزل پیش خانواده باشین یا در حال استراحت. نه خیلی من تنها. تنهایی؟ واقعا؟ آخه بله چطور مگه؟ آخه یه جوری گفتین تنها من دلم سوخت، میدونی یه حس غریبی توش. ابراهیم هم قبول میکنه. بعد اونجا با هم میرن رستوران و ابراهیم در مورد عقاید سیاسی و مذهبیش با پریسا صحبت میکنه. شبش وقتی ابراهیم پریسا رو میرسونه در خونش، پریسا پیشنهاد میده که برن بالا و با هم چای بنوشن. ابراهیم هم قبول میکنه. اونجا ابراهیم به پریسا میگه بیا تکلیف این رابطمون رو مشخص کنیم. من شنیدم آدمای سفت و سخت مذهبی مثل شما وقتی که یه زن و مرد نامحرم زیر یه سقف هم قرار میگیرن میگن احتمال به گناه زیاده. آره؟ بله درسته، ولی دین ما برای اینم راهکار گذاشته. چی؟ ترک مکان و فرار؟ نه حیفت میاد. برای اینکه آدما اینجور موقع به گناه نیفتن اسلام صیغه رو پیشنهاد میکنه و به پریسا پیشنهاد صیغه میده. پریسا هم قبول میکنه و ابراهیم اون شب تا صبح پیش پریسا میخوابه. فرداش با هم میرن بیرون، با هم تفریح میکنن. پریسا نسبت به ابراهیم حس علاقه پیدا کرده بوده. ابراهیم 3-4 روزی خونه پریسا میمونه، اما چون زن و بچه‌ش دیگه داشتن برمیگشتن زودتر برمیگرده خونش. ابراهیم کم کم متوجه میشه که خیلی از دوستای قدیمیش، خیلی از دوستای انقلابیش دیگه قبولش ندارن. دوستاش معتقد بودن کسایی عین ابراهیم یه دوره‌ای با در نظر نگرفتن اخلاقیات جوانها رو از دین زده کردن. ما انقلاب کردیم که دین رو حاکم کنیم، اما مشکل از اون جایی شروع شد که یادمون رفت اسلام دین اخلاق هم هست. چسبیدیم به احکام، اخلاق رو گذاشتیم لب تاقچه و فراموشش کردیم. هیچ فکر کردی که چرا بیشتر متدینین ما اینقدر عبوس هستن؟ در حالی که پیغمبر ما نمونه خوشخلقی با امتش بود. امام صادق از دین تعریف داره آقا ابراهیم، میگه دین به رکوع و سجود طولانی نیست. دین یعنی امانتداری و وفای به عهد. امانت این بچه ها رو چجوری نگه داشتیم؟
به عهدی که با این ملت بستیم چقدر عمل کردیم. از احکام فقط اینو یاد گرفتیم که 2 ماشین بندازیم تو خیابون تن و بدن جوونامونو بلرزونیم، یا یه هلیکوپتر بفرستیم رو سقف خونه مردم نیرو پیاده کنیم برای جمع کردن 4 بشقاب آهنی. یارو 70 میلیون پول هیئتو که مردم به امانت بهش داده بودن خورده، اون وقت تو عروسی برادرزادش چون یه دلنگ و دولنگی کردن میگه معصیت داره، حرومه، من نمیرم. از احکام همین یاد گرفتیم که اگه یه دختر 2 تار موش پیدا بود با پونس فرو کنیم تو پیشونیش. اون وقت ادعا کنیم که خیرخواه مردمیم، نگران آخرت اونا هستیم. همین خیرخواهی بعضیا کار دستمون داد. پریسا مدام با ابراهیم ارتباط میگرفت و میگه باز بیا پیشم. اما ابراهیم میگفته من زن و بچه دارم، نمیتونم همیشه پیش تو باشم. پریسا کم کم داشته حس میکرده که ابراهیم ازش سوء استفاده کرده. ولی ابراهیم میگفته نه، رابطه ما حتی ثوابم داشته. پریسا که از جواب ندادنهای ابراهیم بهش عصبانی شده بوده، یه قرار ملاقات با ابراهیم میذاره و بهش میگه من ازت بار دارم. ابراهیم که شوکه میشه میگه باید بچه رو بندازی، اما پریسا مخالفت میکنه و میگه اون بچه گناهی نداره، تو باید مسئولیت کاری که کردی و به عهده بگیری. ابراهیم بازم پریسا رو میپیچونه. دست آخر پریسا با زن ابراهیم ارتباط میگیره و میاد خونهش تا ابراهیمو بترسونه و حتی ماشین ابراهیمو با بنزین میسوزونه. ابراهیم میبینه که هیچ جوره نمیتونه از شر پریسا خلاص بشه. واسه همین تصمیم میگیره به پریسا بگه که داشته اشتباه میکرده و مسئولیت پریسا و بچه‌شو به عهده میگیره و درک میکنه که پریسا عاشقشه. پریسا هم که ساده بوده گول ابراهیمو میخوره و با ابراهیم میره بیرون و ابراهیم هم پریسا رو میکشه و جسدشو میسوزونه و توی سکانس پایانی ابراهیم داشته خودشو توجیه میکرده برای کاری که کرده و دست آخر نشون میده که اون ایرانو ترک میکنه و فیلم هم به پایان میرسه. جدا از ماجرای آقای نجفی و خانم میترا استاد که اکثر تحلیل‌ها از این فیلم سمت این داستان بوده، میخوام شما رو به یه مسیر متفاوت‌تر ببرم. خیلیاتون باید اکبر گنجی و خلخالی و مریداشون رو بشناسید. اکبر گنجی یه روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بود که زمانی از فرماندهان سپاه پاسداران بوده. توی سال 1363 از سپاه جدا میشه و گروهی به نام حلقه کیان رو تشکیل میده و همونطور که میبینید فیلمم هوشمندانه اسم کاراکتر اصلی رو گذاشته ابراهیم کیانی تا ما رو به این سمت و سو ببره. جنایت‌های امثال اکبر گنجی واضحه. گنجی و دار و دسته‌شون روزا تو خیابون دنبال دخترایی میگشتن که چند تا تار موشون مشخص باشه. روی اونا اسید میپاشیدن و اینکه بهش اکبر پونز میگفتن به خاطر این بود که به پیشانی دخترای جوانی که پوشش متفاوتی داشتن پونز میچسبونده. نکته جالب اینه که وقتی سالهای سال میگذره و جایگاه سیاسی گنجی تغییر پیدا میکنه، موضع سیاسی و عقیده‌ایش هم 180 درجه فرق میکنه. همچین آدمی بعد سالیان سال تو سال 88 میاد از جنبش سبز دفاع میکنه و میگه سیاست باید از دین جدا باشه و زنها باید آزاد باشن. کسی که یه زمان دخترها شبا کابوسشو میدیدن تا این حد عقیدش عوض میشه. دقیقاً ماجرای ابراهیم کیانی هم همین بوده. فیلم به ما میگه دلیل این عوض شدنه قدرت طلبیه. یعنی عقیده انقدر سسته که با جایگاه سیاسی کاملا عوض میشه. خب توی دنیای واقعی ما اینو بارها دیدیم. مثلا تو ماجرای کوی دانشگاه یه کسایی امضا کننده و دستور قتل دانشجوها رو میدن که اگه همین الان برید سرچ کنید اسمشون رو بخونید باورتون نمیشه که چقدر شعارها و حرفاشون این روزا عوض شده. تا این حد میفهمید که چطور عقیده‌ای که توی مغزشونه سسته و با تغییرات قدرت به راحتی موضعشون عوض میشه. یه چیز خیلی جالبی که فیلم داشت روش مانور میداد بحث اخلاق بود. فیلم میگفت ابراهیم بر اساس احکام دینی خودش حس میکرد کارش درسته. حس میکرد صیغه‌ای که میکنه ثوابه. حس میکرد هر حرفی میزنه تو جایگاه درست و برتر قرار گرفته. متاسفانه عین خیلی از انقلابیون و مذهبی های ایران. اما چالشی که فیلم داشت واسه این اشخاص قرار میداد این بود که میگفت از تکلیف اخلاق چی میشه؟ باشه از نظر دین الان صیغه تو ایرادی نداره، اما توی این مورد خاص تکلیف اخلاق چی میشه؟
حق زن و بچه چی میشه؟ اینکه یه زن باردار شده و بگی سیغش کردم و مهرشم میدم و ولش کنم، شاید از نظر حکم ایرادی نداشته باشه، ولی از نظر اخلاق چی؟ از نظر دین تو برخورد رادیکالی با دختری که پوشش آزاد داره ثواب و جهاد حساب میشه. باشه، پس اخلاق چی؟ این فیلم داشت میگفت با هر عقیده و دینی که هستی بیا و معیار سنجش کارهاتو اخلاق قرار بده. بشین دو تا 4 تا کن، ببین کاری که میخوای بکنی با اخلاقیات مطابقت داره یا نه. هزینه‌های زیادی پرداخت شده که الان به این نقطه رسیدیم. حتی خود ابراهیم کیانی هم دست آخر نتونست فضایی که ساخته بود و تحمل کنه و میره. چرا توی جامعه فضایی رو ایجاد کردید که خودتون که هیچ، بچه‌ها و نوه‌هاتونم نمیتونن این جو رو تحمل کنن و میرن یه جای آزادتر؟ حتی خودتونم نمیتونید خودتون رو تحمل کنید. وای به حال بقیه. همراهان دوست داشتنی ترفند، اینم از این ویدیو. لایک این ویدیو و سابسکرایب ترفند یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.